یک زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. یک زن گفت حبیب خدا، زمانی که من یک حدیثی تو را شنیدم شوهر کردن را ترک ساختم. حبیب خدا گفتن چه حدیث بود؟ چی شنیدی؟ برای چی از این نعمت شوهر دست میکشی؟ شوهر بسیار نعمتی خوب است. پروردگار زنی شوهردار و مردی زندار را دوست می‌دارد. و حبیب خدا گفتم بدترین جوان پیسر و بدترین جوان دختر آن جوان پیسر و جوان دختری هست که شوهر نمیکنند، زن نمیگیرند. چرا تو دست میکشی؟ حضرت گفتن آخر شما گفتین اذا نظرت علیها سرتک. ای حبیب خدا، شما گفتین بهترین زن همان زن به حساب می رود که وقتی اگر شوهر در جمال او نگاه کند، از تبسم زن، از معامله زیبای زن، از چشمهای پر از مهری به شوهر داشتگی، وقتی شوهر که خوشحال می شود این زن بهترین زن است. پس حبیب خدا، یکی مبادای یگان روز این شوهر به من نظر کند و از این چهره من خوشحال نشود، از این چهره من ناراحت شود، پس من بدترین زن هستم و من در پیشگاه پروردگارم قدر و شرف خود گم میکنم. تصور کنید برادر عزیز، بگید با یک نظر کردن که حبیب خدا گو وقت شوهر در جمال زن نگاه کند و زن با یک تبسم شوهر خود استقبال گیرد، چهرش خندان کند، تروشی و قواق روی خود دور کند، حبیب خدا گفتن بهترین زن تو هستی. و این زن از این ترسید که مبادا یگان روز از جمال من این شوهر من راحت نکند. برادر عزیز و گرامی، بیاین مقایسه کنین با آن زنهایی که شوهرها را با روی تروش و با قواق گراندگی پیشواز میگیرند. شما بیاین مقایسه کنین با آن مردهایی که نسبت زنهای خود نفرت و دشنام و قهر دارند. شما یک خدا ترسی این زن مقایسه کنین با این خیل نیت، با این خیل عمل، بیشک این زن جنتی است. برادر عزیز، زنای ما و شما، من همه را در نظر ندارم، زیرا ما زنها را بسیار حرمت میکنیم، زیرا همه پیغمبرها از زنها به دنیا آمدند. زن مادر است، زن بهترین نعمت در روی دنیاست. حتی رسول اکرم اکمل المؤمنین احسانا ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم گفت ای مردها، بهترین شما همان مردی هست که اگر با زن خود بهترین زندگی را داشته باشد، زنش حرمت کند، با قدر زنش رسد، با زن خود گویم که دست به دست سلام کند، چهره خندان باشد، با او در لب یک دسترخوان نشسته خوراک خورد. این بهترین مرد است. لیکن این سخن زنه که اگر مبادا یگان روز شوهر من از چهره من ناآرام شود، من در پیشگاه خدا چی جواب میگویم؟ امروز از روی شکایت هایی که به من می آید، من همین مقایسه کردنی هستم که امروز زنهای ما میدانم که از حساب نادانی است، از حساب آن است که سخن خدا و رسول به گوش اینا نرسیده است، و الا اونها البته هیچ وقت به احترامی نسبت شوهرها نمی کنند. امروز زنهای ما و شما فقط ترس خدا را در 4 قلمه پختن به مزار بردن میدانند، یا یک شیربرین یا یک آتله پخته و در همسایه دادن میدانند، یا رفته مزار حضرت سلطان یا برق زیارت کردن، برای خود همین ترس خدا میدانند. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، اگر مبادای منبت صدای من به گوش شما رساند، همین شوهرهایی که در خانه شما هست
منزلت و بزرگیشان به نام خدا، از حضرت امیر جانم، سلطانم، برقم، از همه اینا دیده در پیش تو منزلت و بزرگی این بلند است. این منزلتش بزرگ است. تو آن کلمه هایی که زیبایی که میپذی و من میدانم به نیتی خوب میپذی، تو به اخلاص میپذی، لیکن همونا را در پیش همین بزرگوار که شوهری توست گذار، همین خورد در حق دعا کند، انشاءالله تو بیشک جنتی. یا شیر برنج یا دیگر نوع خوراکی نباشد، تو برای شوهرت مهیا کن، انشاءالله مزار تو همینن، بزرگوار تو همین شوهر هاست. در مردم ما و شما تاجیک یک مثل است، آبی نزد دری میگن آبی در لایاوه. مقصد آبی نزد در لایاوه، مقصد آن چیزایی که در پیش ماست، آن کسانی که در پیش ماست اونا قدر ندارند، دورتری او قدر دارند. لیکن مادر عزیز، جنت تو در پیشت است، همون شوهرت است. تو هیچ جا نرو، یگان جا طی نکن، فقط دنبال همین بگیر، دعای همین بگیر. بیشک در روز قیامت به نام خدا همچون مادر سلامت میدی، هم که تو در جنتی. من این از نام خدا و رسول برای تو گفته ایستادم. بعضی انسان ها عقیده دارن که یک حضرت برق زیارت کردن گویم که یک حج در نامه اعمالت نویسانده میشد، حالان که این هیچ اساسی نداره. برادری عزیز، خواهری عزیز، مادری عزیز، شوهرت زیارت کن، شوهرت طواف کن، به قدر شوهرت برس. حضرت برقم همین است، حضرت سلطانم برای تو همین است. این بهترین نعمت برای توست. همون نوده هایی که یا همون آبی که تو از همون گورستان و مزارها برای شفا میاری، حالا که اونا شفا نیستن، تو همون کرته چرکین شوهرت بشو، آب همون را بنوش، برای تو شفا است. آب همون برای تو شفا است. همون سنگ های بی‌معنی که تو رفته با دستای نازکت اونا را زیارت میکنی و میمالی، همون را در پشت شوهرت بمال، همچنان است که تو خانه کعبه را زیارت داری. این از حرمت شوهر، این از به قدر شوهر رسیدن. زن نزد حبیب خدا آمد، از ترس گفت پروردگار من شاید روز اگر روی ترش کنم